الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کند: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تقریبا سال 1396 یک قطع زمینی برای ساخت مدرسه در نظر گرفت. تحویل شما این ساخت و سازی کنید مدرسه شهر کنید، لیکن با فضل و کرم الله مدرسه ساختمان های بنده بید به حدود 3000 متر مربع زیربنا که در 2 طبقه و در 2 قسمت، یک قسمت آموزشی و اداری و قسمت دیگر خوابگاهی. هدف از ساخت مدرسه آموزش قرآنت، آموزش دین اسلام و تعلیم اسلامیت. و الحمدلله بعد از اینکه مدرسه تمام بید در سال 1402 ما پذیرش شروع کو قسمت برادران در مدرسه و در سال اول چیزی حدود 100 نفر ثبت نام بید که شروع کو به تعلیم گرگ درس قرآن. و الحمدلله مروج ما سال دوم آشه تمام کدد افرادی هستن که قرآن دارن حفظ کنن، قرآن دارن تمام کنن و آخران انتی و بعض دیگر دارن اشیا حفظ کنن توانند. و الحمدلله صدقه جاریه که با همراه با علم سودمند تربیت نسل برای جامعه، برای منطقه، برای فراتر از منطقه، از جاهای دیگر هر جا بید یک نسل قرآنیت، یک نسلی که بنابر تعالیم اسلام و تعالیم قرآن تربیت بید. از الله مدد لوتین، از الله توفیق لوتین که ماری بداد تا بتوانین ای وظیفه انجام میدین و ای مهم ما به سرانجام برسیدین. در ایدان امکانات خوابگاهی برایشان فراهم کنه بید. امکانات خوابگاهی هستن خورد و خوراک و جا و مکان و همچنین برایشان امکانات رفاهی که در توان ما این برایشان مجهز کنه بید. بین آهان مسابقات و ورزشی های و ایشانی انجام دهگی بید که دغدغه دیگه داشتن مبن راحت بیان. و الحمدلله ما با کمک شما مردم تا جایی که توانین مسئولیتی که دیگه بیدت آشیا تلاش کنین که بهترین نحوی انجام دهیم.